سلام به تمامی عزیزان شنونده. به کانال جدید ما یعنی فوبیا خوش اومدین. امیدوارم با حمایت شما دوستان عزیز از طریق سابسکرایب کردن ما بتونیم اتفاقهایی که برای شما عزیزان افتاده رو با بقیه به اشتراک بذاریم. محتوای این ویدیو برای کودکان و افراد با سابقه بیماری‌های قلبی مناسب نیست. از خودم نمیخوام داستان بگم، میخوام از پدر بزرگم داستان رو براتون نقل کنم که تقریباً 95 سالشه. تقریباً 2 سال پیش از پدر بزرگم در مورد اتحاد جماهیر شوروی پرسیدم. آخه من به دوران جنگ سرد علاقه زیادی دارم. به پدر بزرگم گفتم بابا جون، خاطره ای از دوران جنگ سرد که عجیب باشه یادتون هست که برام تعریف کنید؟ پدر بزرگم دستی به سرش کشید و شروع به گفتن چیزهای مختلفی کرد، از استالین و لنین و چیزهایی که من میدونستم. اما یه چیز گفت که من واقعا برام عجیب بود. بهم گفت زمانی که شوروی به افغانستان حمله کرد من 50 و نصفی عمرم بود. به خاطر اینکه افغانستان مسلمان بودند و سربازان خدا نشناس شوروی واقعا مثل حیوان با مسلمانان رفتار میکردند، ما تو شهرمون که اون زمان شهر ما تقریبا یک دهکده بود تصمیم گرفتیم بریم جنگ با شوروی. پدر بزرگم میگفت چشم باز کردیم که دیدیم داریم آماده میشیم که بریم میدون جنگ. پدر بزرگم میگه وقتی وارد میدون جنگ شدم با خودم گفتم خدا حافظ عبدالله، تو دیگه مردی. میگه خلاصه ما نمردیم اما تلفات بالایی دادیم. مشکل ما تانک ها و نیروی زمینی اونا نبود، مشکل ما هواپیماهاشون بود. میگه ما با همین هواپیماها واقعا اذیت شدیم، به خاطر اینکه تنها کاری که میتونستیم بکنیم این بود که فقط نگاهشون کنیم، تا اینکه یکی از افراد بومی اونجا فکر عجیبی به سرش زد. میگه من یه نفر رو میشناسم که کرامت داره و میتونه کمکمون بکنه که هواپیماهاشون رو بیاریم پایین. ما رفتیم دنبال همون افغانی و وارد یه روستا شدیم. اون مرد که اسمش هاشم بود رفت سر وقت یه نفر تو روستا. به همون گفت خودشه. اون آدمی که